فصل ششم. نق زدن و بد اخلاقی را بس کنید. افراد زیادی با غر زدن و بدخلقی انرژیشان را تلف کرده و زندگی را بر خودشان سخت می کنند. آیا تاکنون به دلیل از کوره در رفتن نق زده اید؟ منظور از کوره در رفتن، جوش آوردن، منفجر شدن، عصبانی شدن، دیوانه شدن و جوش و خروش است. لغت نق زدن هم تقریباً همین معنی را می‌دهد. این کلمات یادآور بچه‌ای مریض در هنگام شب است. بچه‌ای بد اخلاق، نیمه گریان و نیمه نالان. بد اخلاقی کار بچگانه است، ولی عکس‌العمل عاطفی بسیاری از بزرگسالان را تعریف می‌کند. کتاب مقدس به ما پند می‌دهد که بد اخلاقی نکن. گویی این نصیحت برای مردم زمان ماست. ما نیاز داریم که بد اخلاقی و غر زدن را متوقف کرده و آرام باشیم. اگر بخواهیم برای یک زندگی فعالانه قدرت داشته باشیم، چگونه باید این کار را بکنیم؟ اولین قدم کم کردن سرعت یا حداقل موزون کردن سرعت است. ما متوجه نمی‌شویم که زندگی ما چقدر سرعت گرفته یا سرعتی که خودمان را با آن هماهنگ کرده‌ایم چقدر است. خیلی از مردم بدن جسمیشان را با این سرعت از بین میبرند. ولی چیز غم‌انگیزتر این است که آنها ذهن و روحشان را هم از بین میبرند. برای یک انسان امکان دارد که از لحاظ جسمانی زندگی آرامی را بگذراند و از لحاظ عاطفی توازن خوبی داشته باشد. حتی یک فرد معلول میتواند از آن نقطه نظر با سرعت بالایی زندگی کند. نوع افکار ما سرعت ما را تعیین میکند. وقتی ذهن ما سریع آشفته می شود و از حالت تبالودی به حالت دیگری می رسد، در مرز کج‌خلقی قرار گرفته ایم. اگر نمی خواهید از ضعف ناشی از تحریک فراوان و هیجان‌های فوق‌العاده رنج ببرید، سرعت زندگی مدرن باید پایین بیاید. این تحریک پذیری سم مهلکی در بدن تولید می کند و باعث بیماری‌های عاطفی گوناگونی مانند ترس، خشم و ناراحتی می شود. بنابراین ما کج‌خلق می‌شویم و درباره همه چیز از مشکلات شخصی گرفته تا ملت و دنیا غر می‌زنیم. در یک روز پاییزی من و همسرم به ماساچوست سفر کردیم تا پسرمان را در دانشگاه قدیمی دیرفیلد ببینیم. به او گفتم که ساعت 11 صبح می‌رسیم. به خودمان افتخار می‌کردیم که وقت شناس هستیم. با وجود این، به خاطر کمی عقب بودن از برنامه با سرعت نفسگیری در میان منظره‌های پاییزی رانندگی می‌کردیم. همسرم گفت: نورمن، آن تپه درخشان را دیدی؟ پرسیدم: کدام تپه؟ او توضیح داد: آن طرف جاده بود، الان از کنارش گذشتیم. با آن درخت زیبا نگاه کن. من چند کیلومتر از آنجا گذشته بودم. گفتم: کدام درخت؟ همسرم گفت: امروز یکی از باشکوه‌ترین روزهایی است که تاکنون دیدم. آدم چطوری میتواند این همه رنگ‌های حیرت انگیز را در دامنه تپه‌ها نبیند؟ این اشاره او روی من خیلی تأثیر گذاشت. توقف کردم و چند کیلومتر عقب رفتم تا به دریاچه‌ای که با تپه‌های بلند پوشیده از رنگ‌های پاییزی بود روبرو شدیم. ما نشستیم و نگاه کردیم. خداوند با نبوغ و مهارتش این صحنه را با رنگ‌های مختلف نقاشی کرده بود. برای مدتی بدون یک کلمه حرف زدن آنجا نشستیم. تا اینکه سرانجام همسرم سکوت را با تنها جمله مناسبی که کسی میتوانست بگوید شکست. او مرا کنار آبهای آرام راهنمایی میکند. کتاب مقدس. ما ساعت 11 صبح به دیرفیلد رسیدیم. ولی خسته نبودیم. در حقیقت تر و تازه و شاداب شده بودیم. برای کمک به کاهش این کشش عصبی که بر مردم ما در همه جا حکم فرماست، می توانید با کاهش سرعت خودتان شروع کنید. برای انجام این کار نیاز دارید که آرام باشید و کندتر شوید. کج‌خلقی نکنید و غر نزنید. آرام بودن را تمرین کنید. یکی از دوستان من که مجبور شده بود در نتیجه فشار مدتی به استراحت بپردازد برای من نوشت: درس‌های زیادی از این رفتار اجباری آموختم. حالا بهتر از قبل می‌دانم که در سکوت ما از حضور او آگاه می‌شویم. زندگی می‌تواند تیره و تار شود، ولی لاوتسه می‌گوید اگر کمی صبر کنیم آب‌های گلالود
روشن و شفاف خواهند شد. پزشکی دستورات عجیبی به یک بیمار که مردی تاجر، فعال و همیشه در تلاش بود داد. مرد با هیجان به دکتر گفت که کارهای زیادی دارد و باید آنها را با سرعت انجام دهد. بنابراین هر شب آنها را به خانه میبرد. دکتر به آرامی پرسید: چرا شبها کارهایت را با خودت به منزل میبری؟ او با کژخلقی گفت: باید آنها را انجام دهم. دکتر پرسید: کس دیگری نمیتواند این کار را انجام دهد یا به شما کمک کند؟ مرد پرخاش کرد: نه، من تنها کسی هستم که میتواند این کار را انجام دهد. همین الان باید این کار تمام شود و به تنهایی میتوانم این کار را انجام دهم. باید به سرعت این کار تمام شود. همه چیز بستگی به من دارد. دکتر پرسید: اگر نسخه‌ای برایت بنویسم، با آن عمل خواهی کرد؟ باور میکنید یا نه، این آن نسخه است. بیمار او هر روز باید 2 ساعت مرخصی می گرفت و برای یک پیاده روی طولانی بیرون می رفت. سپس هر هفته باید 1 روز مرخصی می گرفت و نصف روز را در قبرستان می گذرانید. بیمار حیرت زده پرسید: چرا باید نصف روز را در گورستان بگذرانم؟ دکتر پاسخ داد: چون می خواهم آنجا بگردی و به سنگ قبرهای مردانی که برای همیشه آنجا خوابیدند نگاه کنی. میخواهم روی این واقعیت تمرکز کنی که عده زیادی از افرادی که آنجا هستند فکر میکردند مثل شما تمام مشکلات دنیا روی شانه‌های آنها قرار گرفته است. وقتی شما به آنجا بروید، برای همیشه دنیا مثل قبل به گردش خود ادامه میدهد و هر چقدر که شما مهم هستید، بقیه هم قادر خواهند بود کاری که حالا شما انجام میدهید انجام دهند. من پیشنهاد میکنم که روی یکی از آن سنگ قبرها بنشینی و این جمله را تکرار کنی: 1000 سال در پیش روست، ولی مثل دیروز است که گذشت و مثل 1 ساعت است در شب. کتاب مقدس. بیمار سرعت کارش را کم کرد و یاد گرفت کارها را تقسیم کند. او که به حالت مناسب اهمیت خودش رسیده بود، کژخلقی را تمام کرد و آرامش یافت. در سازمان رقابت بیشتری به وجود آورد و کارش را بهتر انجام میداد. کارخانه‌دار برجسته‌ای به خاطر کشش عصبی بسیار تحت فشار بود. او چنان عجله و شتاب داشت که اکثراً صبحانه‌اش تخم مرغ پخته بود، زیرا به سرعت از گلو پایین می‌رفت. این عجله کردن او را وسط روز فرسوده می‌کرد و هر شب خسته به بستر می‌رفت. خانه‌اش به طور اتفاقی در نزدیکی بیشه درختان واقع شده بود. یک روز صبح زود برخاست و کنار پنجره ایستاد و به تماشای پرنده‌ای پرداخت. متوجه شد که پرنده سرش را زیر بالش برده و پرهایش را دور خودش جمع کرده و خوابیده. وقتی بیدار شد، نوکش را از زیر پرهایش بیرون آورد. نگاه خواب‌آلودی به اطراف انداخت. یکی از پاهایش را تمام قد دراز کرد، در عین حال بالش را روی پایش کشید. کاملاً مثل باد بزن شد. او پا و بالش را جمع کرد و سپس همان کار را با پا و بال دیگرش انجام داد. دوباره سرش را زیر پرهایش کرد و چرت کوتاه و شیرینی زد. بعد سرش را دوباره بیرون آورد. این بار پرنده مشتاقانه به اطراف نگاه کرد. سرش را عقب کشید، بالها و پاهایش را دوباره کشید. او شروع به آواز خواندن کرد. آهنگی پر زیر و بم برای خوش آمدگویی به روز. از شاخه پایین پرید و کمی آب خنک نوشید و شروع به جستجوی غذا کرد. دوست تحت فشار من به خودش گفت: اگر پرنده این گونه راحت و با آرامش از خواب برمیخیزد، چرا من این گونه روزم را شروع نکنم؟ او شروع به اجرای این روش کرد. حتی آواز خواند و متوجه شد که آواز خواندن بسیار سودمند است و شروع کارها را آسان می‌کند. خندید و گفت: من نمی‌توانم آواز بخوانم، ولی تمرین کردم که آرام روی یک صندلی بنشینم و ترانه‌ای زمزمه کنم. همسرم فکر می‌کرد که من دیوانه شدم. تنها چیزی که من بیش از پرنده انجام می‌دادم کمی دعا بود. مثل پرنده احساس می‌کردم که غذا می‌خواهم و یک صبحانه خوب می‌خواستم. گوشت سرخ شده و تخم مرغ خوردن را با آرامش انجام می‌دادم. بعد از آن با ذهنی آزاد سر کار می‌رفتم. این کار مطمئناً مرا از کشش‌های عصبی روزانه دور می‌کرد
و به من کمک می‌کرد که در آرامش و با رفتاری آرام روزم را سپری کنم. روی یک کاناپه یا رخت خواب آرام دراز بکشید و به هر یک از ماهیچه‌های مهم خود از سرتان گرفته تا نوک پایتان فکر کنید و به هر کدام بگویید آرامش خداوندی دارد شما را لمس می‌کند و بعد احساس کردن آن آرامش را در سراسر بدنتان تمرین کنید. در پایان دوره ماهیچه‌ها و مفاصلتان این توجه را دریافت خواهند کرد. آرام باشید. به طرف هر چیزی که واقعاً می‌خواهید به آن برسید، بدون فشار و کشش عصبی بروید. حتماً خواهید رسید. اگر تحت راهنمایی خداوند با آرامش و ضرباهنگ بدون عجله پیش بروید و به آنچه می‌خواهید نرسید، پس حتماً قرار نبوده که به آن برسید. اگر آن را از دست دادید، شاید باید از دست می‌دادید. بنابراین قاطعانه دنبال سرعتی متعادل، طبیعی و طبق دستور خداوند باشید. آرامش ذهنی را تمرین و حفظ کنید. هنر رها کردن همه هیجانات عصبی را یاد بگیرید. برای این کار در فاصله‌های مختلف توقف کنید و تأکید نمایید من اکنون هیجانات عصبی را رها می‌کنم. آنها از درون من بیرون می‌ریزند. من در آرامش هستم. بدخلقی نکنید و تمرین کنید که آرام باشید. برای رسیدن به این مرحله کامل از زندگی، پیشنهاد می‌کنم که فکر کردن به چیزهای آرام بخش را تمرین کنید. هر روز ما یک سری از کارهایی را که برای مراقبت از بدن به طور مناسب طراحی شده را انجام می‌دهیم. حمام می‌کنیم، دندان‌هایمان را مسواک می‌زنیم و ورزش می‌کنیم. به همین شیوه باید وقت بگذاریم و برنامه‌ریزی کنیم تا ذهنمان را در سلامتی نگه داریم. یکی از راه‌های انجام این کار، آرام نشستن و گذراندن یک سری افکار آرام بخش در ذهن است. به عنوان مثال، کوه‌های بلند و دره‌های مه‌آلود، چشمه‌ای که برق خورشید را منعکس می‌کند و مهتاب نقره‌گون که به آن می‌تابد را از ذهن خود بگذرانید. حداقل یک بار در هر 24 ساعت در شلوغ‌ترین قسمت روز هر کاری که دارید انجام می‌دهید برای 10 یا 15 دقیقه متوقف کنید و شادمانی را تمرین نمایید. گاهی این مهم است که به طور ثابت سرعت حرکت خود را بررسی کنیم و باید تأکید شود که تنها راه برای متوقف کردن توقف است. من برای سخنرانی به شهر بزرگی رفتم. به دلیل کمبود وقت مجبور بودم با سرعت کارهایم را انجام دهم. به سرعت به فروشگاه کتاب می رفتم و بعد به یک فروشگاه دیگر، سپس با سرعت برای نهار آماده شدم. بعد از صرف نهار با عجله به یک جلسه رفتم. بعد از جلسه دوباره با عجله به هتل برگشتم تا لباسهایم را عوض کنم و با عجله به جلسه معارفه‌ای رفتم که در آن صدها نفر را دیدم و 3 لیوان آب میوه نوشیدم. با عجله دوباره به هتل برگشتم. به من گفتند 20 دقیقه وقت دارم که برای شام لباسهایم را عوض کنم. وقتی لباسهایم را پوشیدم، تلفن زنگ زد و کسی گفت: زود باش، باید برای شام پایین برویم. با هیجان گفتم: الان به سرعت پایین میایم. من با عجله از اتاق بیرون دویدم و آنقدر هیجان زده بودم که کلید را روی در جا گذاشتم. با شتاب سر و وضع خودم را بررسی کردم که ببینم لباسم مرتب است یا نه. به طرف آسانسور دویدم. ناگهان توقف کردم. از نفس افتاده بودم. چه خبر است؟ این عجله چه معنی دارد؟ واقعاً مضحک است. بعد بی‌نیازیم را روشن کردم و گفتم: من اهمیتی به شام نمیدهم. به حرف زدن اهمیت نمیدهم. مجبور نیستم برای شام بروم و مجبور نیستم که سخنرانی کنم. سپس به آهستگی به اتاقم برگشتم و برای باز کردن در مدتی صبر کردم. به مردی که در طبقه پایین بود تلفن زدم و گفتم: اگر می‌خواهید غذا بخورید مشغول شوید. من کمی بعد پایین میایم، ولی دیگر عجله نمی‌کنم. بنابراین کفشایم را درآوردم، پایم را روی میز گذاشتم و فقط نشستم. سپس کتاب مقدس را باز کردم. با صدای بلند آن را خواندم. سپس کتاب را بستم و کمی با خودم حرف زدم و گفتم: حالا راه بیفت. زندگی را آهسته تر شروع کن تا زندگی راحت تری داشته باشی. خدا اینجاست و آرامش او بر من تأثیر گذاشته است.
نیازی به خوردن ندارم. ظهر غذای زیادی خوردم و اگر اکنون در سکوت باشم احتمالاً ساعت 8 سخنرانی بهتری خواهم داشت. همانجا نشستم و 15 دقیقه با آرامش دعا کردم. هرگز حالت آرامش و تسلط بر خود را وقتی داشتم از اتاق بیرون می رفتم فراموش نخواهم کرد. احساس با شکوه تسلط یافتن بر نفس خودم را داشتم. وقتی به اتاق ناهارخوری رسیدم، سایرین تازه پیش غذا را تمام کرده بودند. تنها چیزی که از دست داده بودم سوپ بود که با تعریف‌های میهمانان چیز خوبی نبود. این اتفاق تجربه حیرت انگیز از حضور شفابخش خداوند بود. من این ارزش‌ها را فقط با توقف کردن، خواندن آرام کتاب مقدس و دعاهای خالصانه و با فکر کردن به افکار آرامبخش در چند دقیقه به دست آوردم. پزشکان به طور عمومی احساس می‌کنند که از مشکلات جسمی فراوان می‌توان با تمرین فلسفه کج‌خلقی و بهانه‌جویی پرهیز کرد یا بر آنها غلبه نمود. یک شهروند نمونه به من گفت دکترش پیشنهاد کرده به کلینیک ما بیاید. دکتر گفته بود او نیاز دارد فلسفه آرامش در زندگی را یاد بگیرد، زیرا انرژی مثبت او از بین رفته است. او گفت دکترم میگوید که بیش از حد از خودم کار کشیدم و اینکه من زیادی عصبی و پرهیجان هستم. زیادی غر میزنم و بد اخلاقی میکنم. او توضیح داد که راه علاج مطمئن برای من یاد گرفتن چیزی است که آن را فلسفه آرامش زندگی مینامید. میهمان من برخاست و کمی راه رفت. بعد پرسید ولی چطور میتوانم این کار را انجام دهم؟ گفتنش خیلی آسان‌تر از انجام دادنش است. سپس این آقای هیجان زده تعریف کرد که دکترش برای پیدا کردن زندگی توأم با آرامش دستورات زیادی داده است. دستوراتی که بسیار عاقلانه طراحی شدند. پیشنهاد کرده که شما را در کلیسا ملاقات کنم، زیرا او احساس می کند که اگر من ایمان مذهبی را به صورت عملی یاد بگیرم ممکن است باعث آرامش ذهنم شود و فشار خونم را پایین بیاورد و از نظر جسمانی حالم بهتر شود. او گله می کرد که وقتی فهمیدم نسخه دکتر این است، فکر کردم چطور ممکن است مردی 50 ساله مثل من که طبیعت پرجوش و خروشی دارد، ناگهان عادات یک عمر زندگی را تغییر دهد و یک زندگی آرام را در پیش بگیرد. واقعا به نظر می رسید که مشکل باشد، زیرا او مهیج و عصبی بود. در اتاق راه می رفت و آرامش نداشت. او ظاهر یک آدم کاملا آشفته و پریشان را تداعی می کرد. ظاهراً این بدترین حالتش بود. ولی کاملا معلوم بود که حالت درونی خود را نشان می دهد و این اتفاق به ما فرصتی داد تا با شناخت بیشتر بهتر بتوانیم به او کمک کنیم. بدون هیچ مقدمه‌ای شروع به خواندن جملات کتاب مقدس کردم. مانند این جملات: به سوی من بیا با تمام آن زحمات و آن همه بار سنگین، من به تو آسایش می دهم. آرامشی که در وجودت نهادم آرامش من است که به تو هدیه کردم، نه آنطوری که دنیا چیزی می دهد. من آن را در وجودت گذاشتم. نگذار قلبت به زحمت بیفتد و نگذار که بترسد. آیا تو او را در آرامشی کامل نگه داشته ای؟ ذهن او هنوز به تو مشغول است. من به آرامی این کلمات را با احساس و هیجان نقل کردم. ناگهان متوجه شدم که میهمان من دست از حرکت کردن برداشته است. سکوت و آرامش بر او چیره شد و ما هر دو در سکوت نشستیم. حدود چند دقیقه آنجا بودیم. آنقدر طول نکشید ولی سرانجام نفس عمیقی کشید و گفت خیلی خنده‌دار است. من احساس میکنم خیلی بهتر شدم. آیا غیر عادی نیست؟ فکر میکنم که آن کلمات این کار را کردند. من جواب دادم کلمات به تنهایی این کار را نکردند، گرچه تأثیر بسیار زیادی روی ذهن دارند، ولی چیز عمیق‌تری اتفاق افتاد. او لحظه‌ای قبل تو را لمس کرد. دکتری با توانایی شفا بخشیدن در این اتاق حاضر بود. میهمان من در مقابل این سخنان تعجبی نشان نداد، ولی مشتاقانه و بی‌پروا موافقت کرد. گفت راست میگویید. حتما اینجا بود. او را احساس کردم و فهمیدم منظورتان چیست. حالا میفهمم خداوند میتواند به من کمک کند تا آرامش را در زندگی پیدا کنم.
این مرد چیزی که هزاران نفر به تازگی کشف کرده‌اند یافت. ایمان ساده و به کار بردن اصول آن و تکنیک‌های مذهب، آرامش و سکون به ارمغان می‌آورد و در نتیجه نیروی جدید به بدن، ذهن و روح می‌بخشد. این کامل‌ترین نوشدارو برای کژخلقی و بداخلاقی است. به شخص کمک می‌کند که آرام شود و در نتیجه به منابع جدیدی از نیرو دست یابد. البته لازم بود که به این مرد الگوی جدیدی برای اندیشیدن و عمل کردن آموخته شود. قسمتی از این کار با پیشنهاد خواندن ادبیاتی که توسط متخصصین در زمینه فرهنگ معنوی نوشته شده بود انجام گرفت. به عنوان مثال به او راه و روش دعا کردن را آموختیم. به او نشان دادیم چگونه از دعا یک درمان بسازد و کاربرد مناسب دعا و استراحت را آموزش دادیم. در نتیجه این تمرین‌ها عاقبت مردی سالم شد. هر کسی که مشتاق باشد از این برنامه پیروی کند و مخلصانه این اصول را در تمرینات روزمره‌اش انجام دهد، یقین دارم که می‌تواند آرامش و نیروی درونیش را بیشتر کند. خیلی از این روش‌ها در این کتاب مطرح شده است. برای به دست آوردن کنترل عاطفی، تمرین روزانه روش‌های سلامتی بخش در درجه اول اهمیت است. کنترل عاطفی نمی‌تواند با روش‌های ساده یا جادویی به دست آید. شما نمی‌توانید آن را فقط با خواندن یک کتاب به دست آورید. گرچه این کار کمک کننده است. تنها روش مطمئن کار کردن به طور منظم، مداوم و علمی است. پیشنهاد می‌کنم که شما با تمرین مقدماتی ساده آرام بودن جسمانی شروع کنید. حرکت نکنید. بالا و پایین دست‌هایتان را به هم نمالید. مشت نزنید، بحث نکنید و نگذارید که افسرده و مردد شوید. در هیجانات حرکات یک نفر سریع‌تر می شود. بنابراین از آسان ترین محل شروع کنید. یعنی با کم کردن حرکات بدنی. بی حرکت بایستید، بنشینید و دراز بکشید. حتما صدایتان را پایین نگه دارید. برای بهبود کنترل آرامش لازم است به آرامش فکر کنید. زیرا بدن به نوع افکاری که از ذهنتان می‌گذرد با حساسیت پاسخ می‌دهد. در ضمن حقیقت دارد که ذهن می‌تواند با آرام نگه داشتن بدن آرامش یابد. باید بگوییم که حالت جسمانی می‌تواند باعث اشتیاق حالت معنوی شود. در یک سخنرانی این اتفاقات برایم رخ داد. مردی که این داستان را شنید تحت تأثیر واقع شد و حقایق آن را قلباً قبول کرد. او پس از انجام دادن روش‌های پیشنهادی گزارش داد که این کارها در کنترل کژخلقی و غرغر کردنش بسیار مؤثر بودند. من در جلسه‌ای بودم که بحث‌ها عاقبت کمی تند شدند. افراد عصبانی شده و بعضی از آنها از کوره در رفتند. جملات تندی بینشان رد و بدل می‌شد. ناگهان مردی از جا برخاست، به آرامی کتش را درآورد، یقه لباسش را باز کرد و روی یک کاناپه دراز کشید. همه حیرت زده شده بودند و بعضی‌ها پرسیدند آیا بیمار است؟ او گفت نه، خیلی خوبم، ولی داشتم عصبانی می‌شدم و عادت کردم وقتی می‌خواهم عصبانی شوم دراز بکشم تا اعصابم راحت شود. ما همه خندیدیم و حالت تنش از بین رفت. سپس دوست عجیب ما برایمان توضیح داد که سعی می‌کند که به خودش حقه بزند. او خیلی زود عصبانی می‌شود و در این حالت دست‌هایش را مشت می‌کند و صدایش بلند می‌شود. به آرامی انگشتانش را باز می‌کند و اجازه نمی‌دهد به صورت مشت درآیند. به تناسب بلندی صدای عصبانیتش صدایش را پایین‌تر می‌آورد و با صدای بسیار آهسته‌ای سخن می‌گوید. او با نیشخندی افزود: آدم نمی‌تواند بحث و منازعه را به حالت نجوا ادامه دهد. این اصل می‌تواند در کنترل عاطفه، هیجانات، غرغر کردن و تنش عصبی مؤثر باشد. مثل خیلی از روش‌های دیگری که به تجربه کشف شدند. بنابراین قدم شروع کننده برای رسیدن به آرامش این است که عکس‌العمل‌های بدنی خود را تربیت کنیم. انسان از اینکه چقدر سریع می‌تواند حرارت عواطفش را کاهش دهد تعجب می‌کند. وقتی حرارت عواطف از بین می‌رود، غر زدن و کژخلقی نیز از بین خواهند رفت. انرژی و نیرو ذخیره می‌شود و انسان خیلی کمتر خسته می‌شود. یعنی گذشته از آن یک اجرا کننده خوب تمرین‌ها خونسرد، بیحال یا بی‌علاقه می‌شود.
حتی تا حد زیادی تمرینات کند می شوند. بنابراین بدین گونه کمتر احتمال دارد که انسان دچار طغیان احساسات شود. افراد بسیار تربیت یافته می توانند به خوبی این عکس‌العمل‌ها را به درجه حداقل کاهش دهند. به طور طبیعی انسان دلش نمی‌خواهد شخصیت قوی، حساس و پاسخ دهنده فردی بسیار تربیت شده را از دست بدهد، ولی با تمرین خونسردی تمایل دارد که چنین شخصیت تحریک پذیری را به حالت تعادل احساسات در بیاورد. در ادامه تکنیکی را میشنوید که من شخصاً دریافتم کمک بسیار بزرگی در کاهش تنش، غر زدن و کج‌خلقی دارد. افراد زیادی به آن عمل کردند و ارزش زیاد آن را فهمیدند. 1. روی صندلی راحت بنشینید. از انگشتان پای خود شروع کنید تا فرق سرتان ادامه دهید. هر قسمت از بدن را در استراحت کامل تصور کنید. راحتی را با گفتن انگشتان پایم راحت است، انگشتانم، ماهیچه های صورتم تأکید کنید. 2. ذهنتان را مانند دریاچه‌ای که گرفتار طوفان است، ولی حالا موجها فروکش کردند و سطح دریاچه آرام و بدون موج است تصور کنید. 3. 2 یا 3 دقیقه به زیباترین و آرامترین صحنه‌هایی که تاکنون دیده اید فکر کنید. به عنوان مثال، یک کوه پوشیده از درخت در زیر نور آفتاب یا یک جنگل هنگام ظهر یا مهتاب روی آبهای مواج. در خاطر خودتان این صحنه‌ها را زنده کنید. 4. آرام و آهسته کلماتی که حاکی از آرامش و سکوت است را تکرار کنید. مثل آرامش خاطر. آن را به روشی بسیار آرام بخش زمزمه کنید. شادمانی و سکوت. به کلماتی نظیر این کلمات فکر کنید و آنها را تکرار نمایید. 5. از اوقاتی که از نزدیکی خداوند و مراقبت او آگاه بوده اید، فهرست ذهنی درست کنید و به یاد بیاورید که چگونه وقتی شما نگران و مضطرب بودید، او اوضاع را رو به راه کرده و مراقب شما بوده است. سپس با صدای بلند این جمله را تکرار کنید. تا کنون نیروی شما مرا حفظ کرده. مطمئنم هنوز هم مرا راهنمایی خواهی کرد. 6. این جمله را که نیروی حیرت‌آوری در آرامش و سکون ذهنی دارد تکرار کنید. تو او را در آرامش کامل نگه می‌داری. ذهنش در آرامش باقی می‌ماند. چند بار در روز، هر وقت که فرصت کوتاهی به دست می‌آورید، اگر امکان دارد این جمله را با صدای بلند تکرار کنید. بنابراین در پایان روز آن را چندین بار گفته اید. این کلمات را به عنوان جسمی فعال، حیات بخش و نافذ در ذهنتان تصور کنید که مرهمی شفابخش به تمام نقاط فکرتان می‌فرستد. این بهترین دارویی است که تنش را از ذهن بیرون می‌کند. همانطور که به تکنیک‌های پیشنهاد شده در این فصل عمل می‌کنید، تمایل به غر زدن و کج‌خلقی تغییر می‌کند. متناسب با پیشرفت شما، نیروی قبلی که با این عادت ناپسند هدر می‌رفت، در قابلیت شما برای رسیدن به مسئولیت‌های زندگی احساس می‌شود.